مراجعتنامه به تمام خلق شریف تاجیکستان از نام ساکنان شهر خورخ که عین حال در فدراسیون روسیه عمر به سر میبرند. سلام و درود به یک شما هموطنان عزیز. قبل از ادای مراجعتنامه مذکور میخواستیم همدردی خویش را به خانواده شهیدان راه راستی که قربان بی‌عدالتی حکومتداران قانونشکنی ظالم گردیدند اظهار نماییم. ثانی به همه آن افرادی که در روند حوادث آخر خونین بدخشان از طرف کارمندان سلاح به دست قانونشکن حکومتی زخم برداشتند شفاعت کامل خواهانیم. بعداً اشخاصی که گرفتار تهمت‌های بی‌اساس و تعقیبات ناجوانمردانه حکومتداران ظالم گردیدند، به همه آنها نیز صبر، غالبیت و گشایش در کارهایشان خواهانیم. مراجعت ما به تمام خلق شریف تاجیکستان است. به همگان معلوم است که سالهای اخیر حکومت مرکزی تاجیکستان تلاش بر آن دارد که هر چه زودتر تمام مناطق تاجیکستان را اجباراً تابع ظلم و استبداد یک حکومت خانوادگی نماید. شوربختانه چنین هم شده ایستاده است. ولی نه در همه منطقه‌های تاجیکستان ظلم و استبداد منصبداران بی‌وجدان مورد پسند ساکنان قرار میگیرد. بدخشان محض یکی از همه منطقه‌هایی است که در طول تاریخ هیچگاه تابع استبداد حاکمان ظالم نشده است و نخواهد شد. خلق شریف تاجیکستان، ما بدخشانی‌ها هیچگاه خلاف ساکنان دیگر منطقه‌های وطنمان بدبینی و خصومت نداشته‌ایم. متاسفانه امروز حکومت مرکزی کشور با ابتکار اداره‌های حفظ حقوق هر گونه فتنه‌های ساخته را بین ما و شما ایجاد نموده ایستاده‌اند. گاهی وقتا کارمندان امنیتی از نام ساکنان بدخشان برادران دیگر مناطق تاجیکستان را یا لطکوب میکنند یا پول مالشان را از دستشان میستانند و ما از خود چنین عمل فتنه انگیز را در مناطق دیگر تاجیکستان نیز نسبت بدخشانیان از نام باشندگان دیگر محلها انجام میدهند. هدف معلوم است، تا اینکه مردم را بین هم جنگ اندازند. زیرا اگر خلق متحد شود در آن هنگام یک جایگی خلق میتواند همه گونه حکومت‌های خودکامه و ظالم را ریشه‌کن سازد. بنابراین از همه خلق شریف تاجیکستان احترامانه خواهش مینماییم که فریفته چنین دسیسه‌های ساخته و بافته نشوید. ما بدخشانی‌ها شما را برای خود برادر می‌دانیم. هیچگاه شما را از خود جدا نکرده ایم. در روزهای شادیتان با شما احساس شادمانی نموده ایم و در لحظه های ناکامی و اندوه شما در برتان هم شریک بوده ایم. همیشه در ما بدخشانیان برای برادران و خواهران دیگر مناطق تاجیکستان باز است. بیایید تا از مهمان‌نوازی صمیمی بدخشانیان واقعا خبردار گردید. حکومت بیدادگر وزرای تاجیکستان بدخشانیان را امروز در چشم دیگر ساکنان وطن همچون تروریست، اکستریمیست و افباش معرفی می نماید. چنین نیت بد را حکومت مخصوصا به واسطه فیلم و دروغین نیروی قانون پره اثبات نمود، اما در اصل چنین نیست. مردم بدخشان هیچگاه طرفدار جنگ و ستیز نبوده است و نخواهند بود. ولی هر یک حکومت ظالم نباید فراموش کند که بدخشانیان در برابر ظلم و استبداد ایستادگی خواهند کرد و در برابر حمله دشمنان حتما خود را محافظت خواهند نمود. زیرا این خصلت طبیعی از روز ازل در سرشت ماست و در این بابت سخن حکیم ناصر خسرو شعار همیشگی ما است. آن حکیم ناتکرار چنین گفته است: آزار مگیر از کس و بر خیره مآزار، کس را مگر از روی مکافات مساوا. پرکینه مباش از همگان دایم چون خار، نه نیز به یک باره زبون باش چو خرما. ما بدخشانیان طرفدار قانون بودیم، هستیم و خواهیم ماند. همواره خواهان آنیم که قانون باید برای همه برابر باشد. چه برای شهروند عادی و چه برای منصبداران باید قانون یکسان اعتبار داشته باشد. ما نمیخواهیم که منصبداری به بدخشان آمده از منصب خود سوء استفاده برد و نسبت ساکنان منطقه بیدادگری را روا بیند.
صبر و تحمل نسبت جبر و ستم خاص مردم ما نیست. ما مردم عدالت پرور و اصلاح طلب هستیم. این چنین باید تذکر داد که ما بدخشانیان هیچگاه نمیگذاریم که یگان کشور بیگانه نسبت تاجیکستان فشار یا حمله آورد. شهید گلبدین ضیابیکوف محض از همان افرادی بود که در قضیه وارخ با یک گروه جوانان خیور بدخشانی میخواست به وارخ رفته از خاک مقدس تاجیکستان حمایت نماید. متاسفانه پس از قضیه وارخ حکومتداران نمک ناشناس به جای آنی که اعمال جوانمردانه و وطن پرورانه گلبدین ضیابیکوف را قدردانی نماید، برعکس نسبتش پرونده جنایی گشودند و او را جنایتکار اعلام کردند. در آخر شهید گلبدین ضیابیکوف را کارمندان امنیت بیرحمانه به قتل رساندند، حالان که در روزهای تنگ وارخ به جوانمردی و جسارت شهید گلبدین ضیابیکوف نیاز داشتند. چنین رفتار نوجوانمردانه مقامات حفظ حقوق احساس خدمت نمودن به وطن را در دل هزاران جوان بدخشانی از بین ربود. دیگر در دل مردم نسبت این حکومت نه باوری و نه ذره مهر باقی مانده است. بار دیگر از همه ساکنان مناطق دیگر تاجیکستان احترامانه خواهش می نماییم که بر هر گونه برنامه‌های تلویزیونی که با دست کارمندان امنیت ساخته شدند باور نکنید. فرزندانت را قبل از خدمت حربی وادار سازید که اگر آنها را به طور مجبوری به جانب بدخشان رهسپار سازند و یا آنها را امر میدهند که نسبت اهالی و سایشته آتش کشند، بگذار از چنین فرمان سرپیچی نمایند. جان جوان خود را در خطر نگذارند. ما نیز نمیخواهیم که به اسکران جوان بیگناه در نتیجه ناآرامی آسیب رسانیم، زیرا فرزندان شما را ما چون فرزندان و برادران خود دوست می‌داریم. امروز کارمندان مقامات قدرتی در بدخشان برنامه تلویزیونی سلسله داری را تحریزی کرده می‌خواهند به وسیله این نوارها و فیلم‌های دروغین مغز ساکنان کشور را شستشو نمایند. گروه مخصوص کارمندان امنیتی امروز خانه به خانه گشته بعض افراد نفقه‌خور، معلمان